سلام دوستان، ابی فیشر هستم. براتون اومدم یه ویدیو بگیرم و از حال و هوای ماهیگیری این روزا بهتون بگم. همجور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، من الان 3 ماست که هر روز دارم ماهیگیری میکنم. حالا شاید براتون خیلی عجیب باشه یه نفر واقعا میتونه همچین کاری کنه. آره، چرا که نه، هم کاری که من دارم میکنم. حتی مثلا 3 ساعت 4 ساعت بعد از کار من حتما به ماهیگیری میرم، چون برام خیلی مهمه. این فصل استیل هده و استیل هد یکی از ورزشی ترین ماهی های دنیاست. اینقدر گرفتنش لذت بخشه که من حاضرم همه کار کنم که بتونم ماهیگیری استیل هد رو برم. استیل هد رو من از خیلی وقتی میشناسم، از ایران میشناسم. حتی یادم اون زمانه که به وبلاگ داشتم، اون هدر بالای وبلاگم و عکس استیلت گذاشته بودم. تا خب الان اومدم اینجا و دیگه حتی کشورم، حتی استانم، حتی شهرم، حتی خونم، همه رو از اساس استیلت انتخاب کردم، جایی که بتونم ماهیگیری استیلت کنم. اگر الانم میبینید هر روز برای استیلت من به ماهیگیری میرم، فقط به خاطر موقعیتی که دارم، به خاطر لوکیشن خونمه، به خاطر لوکیشن کارمه و به خاطر خب میدونید که من مجرد هستم، خب زنی یا هیچ بچه‌ای ندارم. برای همین تمام تایمم برای خودمه، برای ماهیگیری میذارم و این باعث شده که من هر روز به ماهیگیری برم. کمی سخته، خب یعنی شما شاید از نحوه از لایف استایل مثلا کانادایی‌ها خبر نداشته باشن. مثلا منم واقعا کمی زندگیم واقعا کانادایی شده. یعنی اونجوری که برنامه‌ریزی کردم، مثلا ما هیچ وقت آشپزی نمی‌کنیم. یعنی شاید بگی ابی چی میخوره. خب من هیچ وقت، من از زمانی که اومدم کانادا حتی یه تخم مرغم درست نکردم. حالا چرا دروغ بگم، چند بار ماهیگیری کمپینگ با دوستان ایرانیم که رفته بودم، برای که نگن ابی تنبله، 2 تا تخم مرغ شکوندم تو مایتاب جلوی اونا. ولی واقعا من اصلا آشپزی نمی کنم. من صبحونم رو رستوران میخورم، نهارم و شامم و حالا یا رستوران میخورم یا اینکه خونه هستم غذای آماده میگیرم. اینجا فروشگاه خیلی بزرگ هستن که واقعا اصلا یه پاستاهای، یه غذاهایی هست که اینا آماده است، تو میخری، گشنت شد، میذاری توی اوون، خب 10 دقیقه 20 دقیقه بعد آماده است. من اکثر غذاام اینه، چون واقعا تایم آشپزی ندارم که فکر کنید مثلا بیام 2 ساعت مثلا قرمه سبزی بار بزنم. نه، همچین تایمی ندارم. من مستقیم به کار، از کار به ماهیگیری، از ماهیگیری به خونه خواب استراحت، همین بینش شاید 10 دقیقه وقت داشته باشم یه چیزی بخورم. حالا درباره استیل هد بهتون بگم. خب استیل هد، ببینید چه چیزیه که استیل هد رو اینقدر مشهور کرده، اینه که سخت میشه اونو پیدا کرد، مخصوصا استیل هدایی که ران زمستانه دارن. استیل هد سامر ران هم داره، یعنی ران حرکت میکنن از اقیانوس به رودخونه ها در تابستان و زمستان یا حتی در بهار. اینی که الان من دارم ماهیگیری میکنم وینتر ران زمستونه. پیدا کردن، ببین گرفتن استیل هد خیلی راحته. خب همون تراوت دیگه، فقط تنها فرقی که با تراوت رزیدنت یا همین تراوت های بومی داره، فقط تنها فرقش اینه که ران میکنه به اقیانوس، اونجا تغذیه میکنه و عمرش اونجا سپری میکنه، فقط برای تخم‌ریزی میاد توی رودخونه. بعضی وقتا میاد دیگه بر نمیگرده، یا بچه‌اش دیگه بر نمیگردن اقیانوس، قشنگ میشه همون تراوتای خودمون، رمو تراوتای هستن، قزل‌آلا رنگین کمان، همون فارسیش. خب هیچ فرقی نمیکنه، برای همین گرفتنش راحته، چون تقریبا به همه چی حمله میکنه. چیزی که این وسط خیلی سخته گرفتن، این که پیدا کردنش خیلی سخته. به صورت خیلی تکی یا دوتایی یا حالا یا ستایی حرکت میکنن. مثلا شما شاید یه جای ماهیگیری میکنید که اصلا هیچ ماهی نیست، اصلا اطلاعات هم ندارید. خب ما مثلا با دوستانم که با دراون دارم، با دراون رفتیم نگاه کردیم، مثلا 10 کیلومتر
رودخونه رو ما چک کردیم، فقط 2 تا استیلت دیدیم یا یه دونه استیلت دیدیم. ببین حالا گرفتن چقدر سخت، ببخشید پیدا کردنش چقدر سخته. تا پیداش نکنی هم نمیتونی بگیری. برای همین مثلا 10 بار میری ماهیگیری هیچی نمیگیری، بعد یه دفعه که میگیری یه هیجان خیلی زیادی بهت وارد میشه. این هیجانه باعث میشه که تو معتاد این کار بشی. یعنی حتی بعضی وقتا ماها میری هیچی نمیگیری ولی یه دفعه یکی میگیری. حالا بعضی وقتا حال شده تو یه روز 2 تا بگیری، حتی 3 تا بگیری. خب دیگه اونم دیگه اون بستگی به شانست داره که کجا قلابتو پرتاب کردی. ببین یه چیزی بهتون بگم، حتی اونایی که با توم طبیعی میرن برای استیلت، بازم اونا هم کارشون سخته. یعنی اگر میگو یا شیرین یا تخم سمن یا هر چی که استفاده میکنن اینا هم باز ماهیگیریشون خیلی سخت. دیگه فکر کن دیگه فلای فیشینگ چقدر چالنجه. فکرش کن اونی که با توم طبیعی ماهیگیری میکنه شانسش 1/1000. حالا دیگه فکر کن میخوای با فلای فیشینگ ماهی رو بگیری. برای همینه که من یه دونه استیلد با فلای فیشینگ رو با میلیون ها ماهی با سنترپین عوض نمی کنم. این لذت رو برای من داره. خیلی خوشحالم. این اولین فصلیه که به صورت خیلی جدی من اومدم پای استیلهد. 3 ماه هر روز ماهیگیری کردم. خب ببین من 1 ماه ماهیگیری کردم فقط یه دونه گرفتم. خب ولی ارزشش برام خیلی زیاده. وقتی اون ماهی رو من تو ماه دسامبر گرفتم، یعنی تازه شروع ماهیگیری استیلهده. وقتی من اولین استیلهدم با فلای تو دسامبر گرفتم، پیچید خبرش، پیچید تو کل نصف کانادا پیچید. یعنی همه گفتن بابا با فلای فیشینگ گرفتن تو دسامبر شروع شده فصلش. اصلا تو خیابون که میرم، چون میدونی من بلاگرم، عکس تهیه میکنم، مقاله می‌نویسم، فیلم درست میکنم. فیلمم تو یوتیوب گذاشتم، 3-4 هزار نفر دیده بودن. من به یه جایی رسید که تو خیابون دیگه راه میرم همه میگن سلام ابی چطوری، استیلت خیلی خوبی با فلای فیشینگ گرفتی. روزی 50 نفر به من میگن، چون تو شهری که من زندگی میکنم همه ماهیگیرن، همه ماهیگیر استیلدن. و بعدش ماه بعدم باز دوباره یکی بیشتر نگرفتم، جمع استیلداشم 2 تا. حتی ببین یکی هم من کلا یکی هم میگرفتم راضی بودم تو این فصل. خداییش من اصلا منفجر کردم استیلت فیشینگو. 5 رو گرفتم. اصلا برام غیر قابل باوره که همچین نتیجه گرفتم. ببین ماهیگیرایی میشستم که 15 سال سابقه ماهیگیری با چوبای فلای فیشینگ دبل هند دارن ولی 2 تا یا 3 تا گرفتم. خب ولی من 5 رو گرفتم. خیلی برام ارزشمنده. الان نگم زیاده ولی خب میگم که فکر کن کسی که با توم طبیعی هم ماهیگیری میکنه براش چالش دیگه. فکر کن دیگه فلای فیشینگ چیه. برای همین خیلی ارزش داره. ببینید اگه بخوام خیلی تخصصی تر بهتون بگم که چرا لذت صید استیلت زیاده، ببینید چیه. ببین من یه سالی دوست داشتم بولتراوت رو با فلای فیشینگ بگیرم. یه دونه بولتراوت با فلای فیشینگ گرفتم، اصلا شد بهترین ماهی سالم. همش خوشحال بودم که بولتراوت گرفتم. سالیان سال عکسش رو میدیدم لذت بودم. ولی یه دفعه تو یه سال 30-40 تا بولتراوت با فلای گرفتم. دیگه برام خیلی معمولی شد. اولیش خیلی خوشحال شدم، دومیش خوشحال شدم، سومیش خوشحالم کرد، چهارمیش گفتم آفرین، پنجمیش گفتم اوه عالیه، ششمیش گفتم آه دوباره، هفتمی، هشتمی هم دیگه تکراری شد. بعد آخریش گفتم دوباره بولتراوت گرفتم. یعنی یه چیزی که خیلی راحت بتونی و زیاد بگیری لذت اون کار رو برات کم میکنه. مثل سالی بود که من یه سال بود با فلای فیشینگ یه دونه کوهو گرفتم، یه سمن کوهو با فلای فیشینگ گرفتم. خیلی خوشحالم کرد. با بچه هر روز نگاه عکسش میکردم، گفتم آفرین این خیلی عالیه و بهترین ماهی سالم شد اون سمن کوه. ولی همین سال گذشته من تو یه روز 10 تا سالمون یا همون سمن با فلای گرفتم تو یه روز. بعد از لیست ماهیایی که تو آرزون بود خارج شد. به همین پاک و صادقی از لیست ماهیایی که تو لیست صیدش تو آرزوام بود خارج شد. الان بهش یه ماهی خیلی معمولی نگاش میکنم، چون انقدر گرفتم که دیگه برام رویا نیست. ولی استیلت رویاست گرفتنش، باورتون نمیشه. یعنی
من شبا که میخوام بخوابم با رویای استیلت میخوابم، صبح که بلند میشم فقط به این رویا میرم سر کار که کارمو تموم کنم سریع برم به ماهیگیری. واقعا این ماهی عالیه، واقعا این ماهی عالیه. یعنی ببین الان به یه جای رسیدم که شاید دیگه اصلا سمن فیشینگ نرم برای سمن. خب اصلا چی چالنجی برام نداره. میلیون ها سمن میاد تو رودخونه، اینقدر ماهی زیاد میشه که داری با فلای فیشینگ داری استریپ میکنی، داری جمع میکنی، همینجور قلاب میره تو دوم و چیشو نمیدونم تو بالشون و اینا، لیدر پاره میشه، ماهی سریع فرار میکنه. اینقدر زیادم. ولی استیلهد اینطور نیست. استیلهد اینقدر تعدادش کمه که میگیری میدونی که مثل لاتری برنده شدی. البته شنیدم سامرانش کمی شانس بیشتره چون خیلی اگریسیو تره. سامران حتی با از درای فلای هم تغذیه میکنم، میتونی یعنی با درای فلای هم بگیری و اگر تو رودخونه‌های بکر ماهیگیری کنی شاید 10 تا هم در روز بگیری. ولی خب الان جایی که من زندگی میکنم فلای فیشینگ خیلی محدوده توی این رودخونه، مثلا دبل هند. خب خیلی اکسس تو همه ریون ندارم، فقط جای خیلی خاص، ولی اونم اگر سنترپین کارا بیت کستا اونجا نباشن، مثلا میری اصلا لوکیشن جا پیدا نمیکنی. همه اینقدر ماهیگیر زیاده، یعنی یه جا پیدا میکنی باید 2 دستی بچسبی. بعد وقتا خب ماهیگیریشون هستون که شما بالا ماهیگیری میکنی میای به سمت پایین، ولی بعضی وقتا ماهیگیرا وایسادن تکون نمیخورن، یعنی یه جایی مثلا 2 ساعت پرتاب کنه یه جایی. این خیلی برام سردرد داره، چون من اصلا دوست ندارم یه جا وایسم ماهیگیری کنم. دوست دارم از بالا رودخونه شروع کنم، همینجور راه برم ماهیگیری کنم بیام پایین. امیدوارم که حال و هوای ماهیگیری این فصل به شما رسونده باشم و برام کامنت بذارید اگر میبینید که این ویدیو براتون جالب بود یا اگر ویدیوی دیگه میخواید. من چون میتونم براتون ویدیو پر کنم و من میتونم ساعت ها صحبت کنم بدون که خسته شم یا بدون که چیزی کم بیارم. اینقدر حرف برای گفتم برای شما دارم که ناتمومه، یعنی اصلا هیچ وقت تموم نمیشه صحبتام. موفق باشید. خداحافظ.